دایره چیست اندیشه دور فکری به فایده چیست گفتم مگر مر خرن 300 ساله 300 سالی دیگر مر خرن فایده چیست 100 سالی دیگر مر خرن فایده چیست ای از میان دارم که مهمانت کنم جان دل دوست قربانت کنم در دلت گر ذره مم بود آفتابی جمله خلقانت کنم گر کشی فرعون نفسی خویش را آن زمان موسی عمرانت کنم گر بسازی کوی قاف را آسیاب آب برارم چرخی گردانت کنم گر 100 خانه بسازم بوروار عاقبت در خاک یکسانت کنم گر 100 خانه بسازم بوروار عاقبت در خاک یکسانت کنم شمسی تبریزی و مولانا بگفت دفتریش را قرآنت کنم شمسی تبریزی و مولانا بگفت دفتریش را قرآنت کنم دفتریش را قرآنت کنم ای درود عرض میکنیم دوستان عزیز و ارجمند. برنامه گنجور است و این برنامه با یک ترانه خیلی جذاب آغاز گردید و ما امروز در حلقه انسمبل اویلوی خالوفا قرار داریم. یکی از مشهورترین اویله ها در کشور عزیزمون که با هنر با مهارت بلند خود در کشور عزیزمون آوازه دارند و برای پیشرفت صنعت
موسیقی تاجیک خیلی سهمی ارزنده گذاشتند و امروز با راهبری استاد سعید خالوف این همسان فعالیت میکند و تمامی آن نفرانی که در این اویله زندگی میکنند همشان علاقه خیلی نزدیک به موسیقی دارند، از عهده اجرایی سازهای موسیقی میبرایند و زندگی آنها همین گونه با موسیقی زیب و زینت دارد و امروز ما هم با اویله ایشان پیوستیم و آمدیم که یک برنامه خاص و زیبا رو پیشنهاد شما گردانیم. دوستان عزیز درود بر شما. خب من میخواستم کمی در آغاز برنامه درباره این انسمبل، درباره زندگی هر روزه‌تان با موسیقی و با همین سازها برای بیننده تلویزیون قصه کنید. انسمبل اویلای خالوفو از سال 79 فعالیت میکردیم که یک کینوفیلم اویلاییمون در این برای هست. از همون وقتا سر کرده همین انسمبل اویلایی مهارت و استعداد خودش را دوام داده ایستاده. چگونه تأسیس دادید؟ قبلا میدونم که مثلا بزرگسالان این اویله اما مثلا اهل هنر و فرهنگ و سرود و موسیقی بودن. بیشتر قید کنم که بابا کلون ما رجمت گفتنی بود، پدرمون خل احمد، بابامون براد، اونو هنرمند گذاشته بودن. خیلی هم نوازنده و هم آوازخوان بودن. بعد بود تاغمون هم خیلی پیدا شد، امکمون پیدا شد. دیگه همون اینا نبیره ها و نواسای اینا بچه‌مون فرزندمون بود دوام داده. چگونه انتقال می‌یابد همین مثلا هنر از پدر به پسر، از پسر باز به نبیره، چگونه شما انتقال میدید؟ در خانه مثلا مخصوص روزهای تمرین دارید؟ ما مکتبی مخصوص نداشتیم که بخونیم، هممون از همون کلانسارا عبرت گرفتیم، نواختن و سرودخوانی را تا امروز اومدیم. خیلی فرزندان و نبیره ولی با مکتب میخونن، کالج میخونن، موسیقی هستن، میخونن، کنسرواتوری تمام میکنن. ولی زمینه ها از اویله شروع میشه مثلا هم کلانسارا. البته که مثلا وقتی که میبینن در خانه اینقدر سازهای موسیقی است و میبینن که همیشه مثلا پدر و بابا و یا که مثلا اقربا سرود میخونن، اونها هم کوشش میکنن که مانند به اینا باشه. شما خودتان چگونه گفتید؟ من در حقیقت صنف 6 میخوندم، دولتمند صنف 8 میخوندم. ما اومدیم در همین اینترنت خوندیم، دولتمند آوازخوان شدگی بود. بعد مرا گفت که خجک بنواز برای ما داوود. سوستا در خونه مشق کردیم. اول تولک دویره را یاد گرفتیم که مادر موسیقی همین تولک دویره. اگر آدم ضرب نتونه نواخته عاقبتش هیچ عذاب میکشه در موسیقی. ما اول همین ضرب نوازی را یاد گرفتیم، بعد ضرب با اسبابای موسیقی گذاشتیم. ما در انسمبل اویلوی غجک می‌نواختیم. بعد برو بابی آوانی دیگه چیزا خیلی هر کمونه هر اسباب بعد آموخته شدیم، به هر کمش گرفتیم. آهسته آهسته هم یک چند نفرمون 10-15 نمودی اسباب موسیقی را خودمون مستقل نواخته میتونیم. شخصا من همین اسبابایی که در دیارگی هستن همینا رو مینوازم. سرودها چگونه سرجم میکرده؟ سرودهایی که بسیار نادر هستند، مثلا خاصه همون ترانه های جذابی که از جانب اویله شما پیشنهاد میشود، از جانب هنرمندان اویله پیشنهاد میشود، واقعا سرودهایی هستند که خیلی کمیاب هستند و خیلی سرودهای مثلا ریشه قدیمی هم دارند. ما در حقیقت در دهات کلان شدیم، در ناحیه شمس‌الدین شاهین، وزیر شمس‌الدین شاهین شروع بود اول. اموجه در توی مرکه ها هنرمندایی که می اومدن بازی میکردن اونها از یادتون است؟ مثلا اونجا شریف میرزا عباد میگفتن که ما با چشمان خودمون دیده بودیم، حافظ بود، بعد بابای سیدعلی بود، مقصوب شکور میگفتن در اون شروع بود ناحیه شمس‌الدین شاهین. اما در مرکه می اومدن غزل میخوندن، فلک میخوندن، امونو را گوش میکردیم. ما بیشتر چیزای امو را تکرار میکردیم که باید ما چخیل کنیم امو رنگ امو شود. ولی امو را حفظ کردیم. امو را حفظ کنیم، قبول کنیم. طرز غزل خونیشون با مکی رحمتی رجمت بود، او را من ندیدم، بلورداری کلام دیده بودم. بعد امکی امیر احمد مونیل هست در حیات، در رایون ناحیه وسیع زندگی میکنه. او هم غزل و شعرخوانی میکرد و سرودخوانی میکرد. ما از دهانی امو هم چیزا رو اول آموختیم.
фалакхонӣ ва ғазалхониро аяму калонсоло ёд гирифтем. و واقعا هم مثلا اون زمانی که اون گونه هنرمندان بزرگ زندگی میکردند دستگاه های ثبت آواز نبود و همین مثلا خواهشمندان بودند، همین نفرانی بودند که مثل شما همین هنر رو، همین سرودهای نادر رو، همین سبک‌های خاص را از نسل به نسل انتقال دادن و ببینید که 100 سالها گذشته و همین ژانر موسیقی تا به امروز باقی ماند. سپاس که مثلا امروز ما را به این حلقه دعوت کرد. واقعا هم یک لذت دیگر داره در حلقه شما بودن، اینقدر سازهای زیبا، اینقدر هنرمندانی ممتاز. باز هم چیزی برای بیننده پیشنهاد میکنید؟ برادرمون هنرپیشه شایسته تاجیکستان نورالله خولوف حضور دارن. حالا چی پیشنهاد میکنید برای بیننده؟ یک چیز اولا گفتنیم که خانوادگی ما انسمبلی که خلفا این اساس از انسمبل فلک است. من موسیقی های خلقی، فلک خوانی، فلک جدا کردن بسیارتر حاضر در تاجیکستان میخوانند. فلک زنانه را از مردانه جدا کردن نمیتونن. فلک هم زنانه خواندن داره و هم مردانه خواندن داره. بحثی عجیب. زنانه چگونه است و مردانه چگونه؟ زنانه میگه مثال متنش تفاوت میکرد یا که آوازی؟ نه آوازی هم سخن هم. بله. هایی کشید زنانه میشه. هایی از تاری هوا نسخه ایزر میگیر می همین فلک های. هایی از یارا کی را داریم خبر میگیر می این فلک. همین فلک زنانه ای. و دیگه فلک زنانه داره. همین چیز بسیار زنانه پرای. ریتمش زنانه میه. اما آوازخوانی زنانه میه. اما همین سرودان دیگه خلقی دنی باشه مردانه و زنانه داره. بله. خب چی میخونید برای ما؟ ما یک همینجا معلمی سید یک هنرمند پیشتره را بسیار با زبان آوردن. شریف میرزان‌آباد میگفتن یک هنرمندی بود که ما بچه‌هاش بودیم با تریزه تماشا میکنیم خانه دا بازی میکرد. چیزای خلقی میخوان. یک آهنگی همون رو میخوانم. بفرمایید. عالی میشه. جانم به تو پیوند تنم است تو جدا مانند یابر می روی مانند یابر می روی هر طرف زنجیر محبتی تو در گردن ما هر کی ما
بهترین بود، خسته نباشید. و عجیب است مثلا همین ژانری فلک با گذشت ایام تکمیل یافت. مثلا سالهایی که شما خردسال بودید، هنرمندانی که دربارش قصه کردید فقط با یک مثلا دمره فلک می سراییدن، ولی با گذشت ایام با اونه که مثلا هنرمندان رفتند دنیا دیده شدند و سازهای موسیقی دیگر رو مثلا سرجم کردن آوردن و ببینید که با یک ژانر فلک چقدر اسباب‌های موسیقی دیگر همراه شد. مثلا با ارمونیش ما اینجا اجرا کردید که قبلا اصلا وجود نداشت و مثلا سازهای دیگری که اینجا مثلا حتی سازهای برقی هم امروز میتوانند که مثلا در همین ژانر فلک همراه کنند. این هم البته زحمتی هنرمندان است، زحمت مثل شما هنرمندان است که مثلا همیونه خدمت ها کردید. زحمتی استاد دولتمند خالف بود که مثلا چقدر فلک تاجیک را به اوج اعلای خود رساندن. یک هنرمندی که از همین حلقه بیرون برآمده است و تمامی دنیا را تسخیر کرد. از بچگی هایتان کمی برای ما قصه کنید، اون زمانی که مثلا همین گونه هنرمندان ممتازی دوران را گوش میکردید، سرودهایشان را حفظ میکردید، چگونه زمان ها بود؟ تقریبا صنف‌های 7 بودم ده کلوب دیر می اومدیم، ما بسیار دیر می اومدیم. بعد همین استاد دورانمند خلف برای اموده تولک می نوزم، تولک می نوزم. بعد مانگتافونای تری کلام بودن ترش تری دیسکو داشتک. بعد گفت که تو سرود میخونی؟ من گفتم ها میخونم، یک تا میخونم. من از بحر تماشا بر سر بازار می آمد، یک سرود بود، امیره خوندم، ثبتم کرد. بعد گفت تو میشه. بعد مدد چی خرید داد؟ یک اسباب ماندولین این قدر چی دارد، کاسه داره و این قدر که. اما قطعی رفتم یاد گرفتم، بعد خیلی دمره قطعی یاد گرفتم ایتری و سوستا. بعد همی هنر قطعی اومدیم. نیکی استاد دولتمند خلف انسان سختگیر بود در همین مسئله. خوب دو گفتنی نبود. بعضی شبای میشید که 3-4 کس میشیدیم تا روز سحری را ما مشق میکردیم، یک آهنگ مشق میکردیم، همراه خودی تکمیل میدیم سحری میشید، خوبمون نمیامد. اما استاد همین دوره همین خیلی سختگیری کرد که ما مثال فلک ایو آموختیم، مکتب فلک دانستیم. من فلک یک نازکی‌ای داره که من ندیدم هنرمندای دیگه یافته باشند، نه که استاد یافته بود. در بین دو تا نوتا همه جا صدای، همین صدا در نوتا وجود نداره. ایره تو هیچ که اختراع نکرد. میکروفون میگن میره و فالشیک تری چریکوشون قطع میگیرن در اسباب دیگه و نکی ایره اختراع نکرد. استاد در یافتش در پردگی و همراه جور میکردیم با همون نوتا جور میشید. با دیگه اکاردیون و پردگی ها خطی جور نمیشید، پردگی ها رو با جور میکردیم میخوندیم. بعد در ساختاری که کودک بودیم و مایده بودیم بزمای خلقی میشید، تویای خلقی میشید، مردمی خیلی کم حافظ بود که بعد دمره و غیجک وزن کم میتونیست. فقط شعار را میگفتن تویای بابای مدیسا، بابای حاجی، بابای نعیم، منمی موسفیده قشلوقی ما. بعد همه خیلی دفعه را میگرفتن و شهر سرتراشان میکردن، بعد میگرفتن خونه عروس میرفتن. امی طوله کشی بود، طوله آواز نای میگن، طوله با عینه ده با کمتر اندازه کلته داره، خورترک بود، این قدر بود. نای قباشه اگر او طوله این قدر بود. صدایش مانند بود بنا؟ صداش نه که او بگیم که پیکل حساب میخورد با نیا، یعنی دودارش حساب میخورد. این ترمین وقتش با نایقتی آهنی بده او ساختی هم خودی مردم میکرد. من سنگ نازمی لنگری مینوخت، سیور آدم ها امو جدا مینوختن، شاورا میبردن. بعد ما گروه همی دف بازم در ماینه ما ای همو جا ششتگی گروه دف بازم همی منطقه همی کلوب داره گروه دف بازم. بعد پامیر بدخشان اساسی یعنی بدخشان همه ما دف بازم دارن. ما پرسول معلم سعید یک دعوت با یک فستیوالی بوم جهان بود دعوت شدیم رفتیم.
اما ما هم سرودخوانی اسباب ملی قطع کردیم بعد آخرش دف بازم کردیم بدخشانی گفتن یک کلوبیانی دف بازم دارن امی دف بازم ولی قدیم اومده امی صنعت واسه کم صدا میته وقتی که من در انسمبل فلک راهبر بودم دیرکتور بودم امی دف بازم میکردم می کنسرتو در برآمد میکردم روز دیگه نیست دف است دفی واقعی همین است نه بله، مثلا بله. کمی پهمتر است مثلا اطرافش از دایره تفاوت دارد نه فرق داره صداش هم فرق داره خودش هم فرق داره شکل هم فرق داره خب یادتون هست استاهای بودن که دف میساختن در زمانشون حاضر هم هستن بدم پیشتر هم بدم چگونه میساختن این تکنولوژی چگونه است دف منایی فوسایی که هسته این نسبت دایره کلان میشه این نگاه که چند قدره دایره قدر میشه بله بعد غاز میشه دایره بله این تنگ میشه ای پوستی گو کشیده نمیشه دایره را پوستی گو میکشن این را پوستی بز میکشن بزده صداش دیگه میشه تنکتر این صداش دیگه میشه نکی شیرینه در بازم خب میشود که یک دف باز میشود اون دف بازمی که در بالای اسمش شیبه نمیشه البته میشه باز یک دف بازمی خوب پیشتر را اجرا میکنیم و دوستان عزیز همین جا به انتهای برنامه گنجور رسیدیم یادآور میشم که این برنامه را ما از عائله خالوفا پیشنهاد شما گردوندیم از شهر کلاب و به شما روزگاری خوش تمنا داریم آرزومند آن هستیم که خانه شما همیشه با سرود و ترانه و موسیقی لبریز باشد